бе ягон асос رستم گلوف بلاگنویس تاجیک میگوید که چند سال باز دسترسی به سامانه خصوصیش بلاگنویسان نقطه جی مسدود است. او میگوید نه خدمات علاقه و نه ساختارهای دیگر به مراجعت‌های پی در پی درباره سبب‌های بسته بودن این سامانه جواب نمی‌دهند. سببش رو من نمیدونم که برای چی در کدام اساس. دیگر سامانه من alifbo.com که صرف با تکنولوژی نو در ساحه ژورنالیستیک بخشیده شده است، یگان قدر اطلاعاتی نگویم ضد امنیتی داشتن امکانیت داره در آن، نه اطلاعاتی که ضد گویم یگان سیاست باشه. عموما سیاسی نیست آن چیز. نو بسته به هر دو سامانه من محدود کرده شدگیند. این در حالی است که زین‌الدین جورزاده کارمند دادستانی کل تاجیکستان گفت بیشتری از کاربران اینترنت در کشور پیوسته مطالب دارای انگیزه‌های افراطگرایی و تروریستی را مطالعه می‌کنند. این حال در تاجیکستان زیاده از 3 میلیون مشتریان شبکه‌های اینترنتی موجود بوده. زیاده از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه‌های اجتماعی به مواد دارای خصوصیت اکستریمیستی دسترسی پیدا می‌کنند. طبق تحلیل‌های گذراندن کارشناسان ساحه، استفاده برندگان اینترنت این اصلاً جوانان بوده. قریب 3 روز خود را به آن صرف می‌کنند. امروز جوانان قشری آسیب‌پذیر جامعه به حساب رفته. آنها جهت پیدا نمودن معلومات بیشتر به اینترنت توجه می‌نمایند. این کارمند دادستانی کل تاجیکستان اطلاع نداد که این آمار در پی کدام پژوهش به دست آمده است و نحوه برگزاری آن چطور صورت گرفته است، ولی گفت که به حکومت تاجیکستان طرح نو قانون درباره مبارزه با افراطگرایی پیشنهاد شده از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردیده است و انتظار تصدیق از طرف اعضای مجلس ملی هستند. طبق طلبات این لایحه قانون نو ماده علاهیده جهت منع یا محدود کردن دسترسی به اطلاعات خصوصیت اکستریمیستی داشته پیش بینی کرده شده. طبق آن هنگامی در شبکه اینترنت و شبکه‌های دیگر تلکمونیکاسیونی آشکار نمودن ترغیب اکستریمیسم دسترسی به چنین اطلاعات فراهم کرد یا محدود کرده می‌شود. تحلیلگران از امکان دادن صلاحیت بیشتر به خدمات علاقه برای مسدود کردن سامانه‌ها اظهار نگرانی کردند. عصام‌الدین عطایف کارشناس مستقل عرصه مخابرات به این نظر است که خدمات علاقه ظرفیت انجام دادن این صلاحیت را ندارد. دادن مسئولیت نو، اضافه کردن مسئولیت نو، یعنی چاره اندیشیدن در مبارزه علیه فرض کردیم افراطگرایی خشونت‌آمیز و تروریستی، فکر میکنم به منفعت شخصیت و جمعیت و دولت نیست. با اندیشه عصام‌الدین عطایف فعلا عرصه مخابرات و فناوری‌های ارتباطی همه بخش‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان را فرا گرفته است و نقش آن در رشد کشور بیشتر می‌شود. در ضمن عطایف باور دارد هر قراری که در بخش مخابرات تصویب می‌شود به عرصه‌های دیگر کشور به تأثیر نخواهد ماند. ناظران بی‌طرف فضای اینترنت تاجیکستان را محدود و زیر نظارت می‌نامند، ولی تصمیم گیرنده های ساحه در ساختارهای دولتی میگویند که هیچ مانع و محدودیت وجود ندارد.